ریز نمیگیره ایستانه که سال بند 12 ما خرابه بریم کنه وقت بشه که جز غلو را معبیف ما واسه بگو کروشن کنو خود چکار کنم دیگه چه کاره؟ تیل خلاص کرده کسی کی؟ این دیگه چی وقت بیاره؟ و تیل نداره چه کار کنو خو؟ خود دیگه من چه کار کنم؟ پول نداری کسی خو؟ گوش کشین پول کجا آوردم دستم پول بوده یار کردی من هم یک ریبه پول ندارم چه کار کنی؟ من چی میفهمم؟ من که میگم برین کنه وقت شد دیگه حال اشته بریم به پیاده بریم خود تنشو برو دیگه خب سکل میریم دیگه خود دیگه من چی میفهمیدم گفتی بیا بریم زودی که زودی برسین دیگه سودی برسه خود تیل نداره دیگه چه کار کنم آخه؟ کنم مال یک ریبه پولم کسی منیه سب کتو کدو وقتی سکل شما تل داشته که حال داشته باشم دایی وقت مگری به اینجا بمونی بله واجب بریم کنه وقت میشه دیگه حالی تو هم چور شو باشه خوشته بریم خود سعی میزنم به گیلک باجی خود اگه پول لیست اگه شیشه تیل بیاره دیگه بله باجی جوشتنی جانجور خیرات به خیری شکر زنده بشی کجایی؟ آها خوبه سکو باجی جو یک کار کو ما همی تبی آمده رو به سراخ و سوخ و به سکیلم تایی کچه تنگک نیه جامی درخت توت کلون نیه توت گاهی وقت که خودت میفتن توت خورده امو آفینا همونجگاه سکیل ما تی خلاص کرد تو یک کار که از امو دیکن جا سراخ و سرخ و هم یک شیشه تیلی بست تو بیار اونجا خود تی سکیل ما تیل نداره پول نداری کش تو از ما بدتری به نظرم خو یک کار که همونجا اگه به استفاده تو کسی تو گوشی چیزی هست جامو دیکنه بگذار گروگون هم یک شیشه تیل ورد بیار خیره باشه ما راه افته که سکیل تیل بندازیم باشه خوبه خیلی باشه جو کم تستر یه خیلی پیاده تستر بیا میرسی دیگه باشه خداحافظ صبر کن بگفت نه چی تیل میاد یه هم دیگه من پیل ندارم از ما بدتره کدو وقت می دومات بندشته خدا دایی وقت کم هم خونی هم که برفتیم گردان کج دلتا هم مگر بده بده خب من چه کار کنم تا شوم نمیه شد باور کن حالا نون رم شاید بخورده باشم برفتیم بیتر بود تو حالا غم نونه داری خب به خاطر چی میری؟ خب صبر کمی سکل پس ما اگه تی بدازیم میریم دیگه یک دقیقه راهه چکار کنی؟ بابا ساعت همون چند بجیه سی بکنی؟ 12 بجیه خلاص دیگه کجی؟ تو یک کاره بکجا چیکار کنم؟ چیزه پینجه سدی به کسی خونه داری؟ چرا خیلیته؟ عباس باجه من زنگ داد که شما خود زنگ خون میایم من به ته از این کوچه جاده همین کوچه درخت توت نیه همین کوچه تنگک سکل من گفت تل خلاص کردن من گفتم پول به حیات ما برفته من رختار نخور به برخ کردم حیات ما برکنه چیز کنم من پول وردارم من چیزه به من میگه تو برو آدم همین مثلا خسول من منجگاه تل فروشیه یک شیشه تل گوشی خور بستو خب گوشی من چی؟ گوشی خور میگه بگذار گفتم پول ندارم میگه گوشی خور بگذار یک شیشه تل به من بیا یعنی عباس موتور خود تل ننداخته آماده که موتور تل خلاص کنه و تو زنگ زده گفت تل نداره به طرز کوچه اینجا خیلی دوره نیه؟ خیلی دوره گیلا میفهمی باید درختا توت بیدونه که ما و شما میرفتی وقت توت میخوردی همالی 2 ساعت راهه یک کار که گلارمه قراری کرده برو به تاقله بگو به صاحب دکندار بگو به شوخالی کجی رو من میشناسه بگو این گوشی من بگیریم هم یک اختر تل بدیم که ما بگرم با بادی خود موتوری تل خلاص کنیم برو برپخته میشنه با وحجی چلاکی بیدیم تامیدی کته شده اسم دکندار چیه؟ رمزون ناینای رمزون ناینای؟ بگو رمزون ناینای میگه بگم کجی گفته؟ بگو کجی گفته همین گوشیر بگی یک لیتر تل بدی همین که 2 دستکاب تو تقریب میکنه خوب شکر مایی سوار داری دیلا چون ما چون منه برو
خب اگه گوشی خور بودم چرا با تو بگم گیله دوسته کو برارمه گوشی خود ندی به اسم من که ببینی همون تیلا لوکه به جلو تو میکنه 100 لیتر تیل میده شکرمه اعتبار دارو ویترینیه برو خوبه سید برو دگه خوبه تو نگاه کو تو عدست می با جا پیرما بابا شما که پول نداریم موتور خود تیل دادی شما میمونی بابا ما چکار سنگ سنگین پا خوب دومن خود پیزیم با خونگان خوب بشینی شو زمستونی به هر جا پله باشنی با جا پیرما مدام با چای نبالا کشیدی جلوه تو به خدایا نه من چه کار کنم دیگه بمی هفته باجی من من- کار کنم دیگه بشینم میته باجی من یک چیز سرقیه ای به خود ساعتی کرده میره تو تا شو دیگه من چه کار کنم بیا برم این تقدم زده بریم به جلوی بالکن بیا اگه پیاده میامدم کاسه با وقت میره سلام علیکم من نباشیم برارم ببخشیم برارم شما رمضان ناینای شما نیم بله ها من بس نختیم پره نمیشناسم نه ما برار باجی نیلیلایم پیار کجی او چکار کنم چی خدمت ما بیامدیم به سرای اینا میمان خاطر گوسپند تازه کشتم ما این لند ما به جیگر خورده آمدیم انا شما کجیر به ما گفته که برو به رمضان بگو که سلام بگو بعد از سلام هرچی تل مایم باجی مسکیل به تنها تل خلاص کرده خود زن بچی خو میآید اندازی 5 ریپ برار تل به ما بدیم ما پس بلایل میاریم چی شما ریکه برارم من کجی کجی ریکه کجی بس هرچی تل مسته بشی گو برو پیش از اون اعتبار دارم انا بس تو بیار شما باجی نیرولای بلیا یعنی سکیل نیرولا تل خلاص نه باجی من عباس ما خود سه باجی این دیگه عباس نیلیلای منو سکیل به تر راه خلاص کرده تل نبی آمدیم که چک بدیم پول همه تل بدیم میرم از اون مستونو میارم یعنی به دست تو پول ندادم نه برار پولار باز میاره باز میاریم نمیشه برارم کجی چی که پیار نیرولا هم به پیش ما به اندازی عکس گوگیر اعتبار نداره چره؟ به خاطر که برار اینا اعتبار خود سقوط دادم به پیش ما بفهمیدی؟ کجی که گوه عمل برو 100 لیتر بار کو اون نفهمیدی او تو را اثر با کرده بفهمیدی که پیش یو بری برار تو اگه خود تو پول چیزی داری بده پولا خور اگه نداری نیه برار من غیر یک گوشی دارم دیگه چی ندارم خب شما به می خونه می باجی خب بیامدیم بی پول آمده من برار وقتا نخور برخور کردم پول آیاد من بدم اینا نواه خود چی داری خود خود؟ گوشی. این شال تو که پینجاری به هم نمیازه گوشیه گوشی خود بده برار جو هر ساعتی که پولا پینجاری نمیدی گوشی تو احترامانه هن خوامیش هم بود گوشی خود احترامانه برار هم پس بیار گوشی خوبه بله تا دیق نشی برار نه برار یعنی کجی رو پیش ما یولیلا چی؟ نورالله هم بگن داری به اعتبار ندارن یک مرغ مرده اعتبار ندارن ویلا بازم شکر من 5 که اعتبار دارم پیش ما هم گوشی تو اعتبار داره تو نداری زنده باشی خب بعد مرا شیشی آنه برو جو تو شیشی تیل میدون آنه برارم ها شیشی تیل بگی لالا اینه بگی آنه هر ساعتی که پولا رو بردی پینجه بیا گوشی کنم خوبه سلام علیکم و علیکم چرا بیامدی؟ غم نداریم بوس بخریم بابا بابا غم نداریم بوس بخریم چی غم نداری بوز بخر چی میگی؟ تو چرا وقتی بیامدی آخه تو به تو نگفتم پیش مادر خواهی چی باشه خودی کمک کنی گوشتار به چوب بکر بابا سعی کنی که به شما چی میگم ما چون کی خونه ما گوشی رو قرار کرده زنگ زده به بیبیمه به بابومه که بیاین که ما گوسپند لندی خورکشی قرار کرده بیبیمه بابومه اردو باجی شما خالامه خودی نفتح کنه بیری خوخستم لکه جمع بیامدم خونه ما بسن به کل پاچه به دلبر دیگه به شما بگم به گوشت و ایبر و جغزاله با ها کی اینا رو دعوت کرده بوده کی به اینا زنگ زده بوده که شما بخوازین بیاین گردن ما برمش اگلینگ ما خبر داشته باشیم
ایشته خبر نداریم. اگه خبر نداریم نه کجا خبر شدن که ما گوسفند قربا کشته پاکستان بیامدم که من روپیه زحمت کشیدم کار کردم براتون با شما گوسفندی خریدم که امسال شما اسوده باشین. به داخل خونه ما اگر تو یا مادر تو زنگ نزنه کی میاد زنگ زنه؟ مردا قبرستون میره زنگ میزنه به اینا. نکن رنگ از اینا رو نمایم ببینو. گردن مبعن باشه هنوزا نامده زنگ لگوجی شما ور میداره میگه میگم کو جغزالا که دل ما به امسال باکن به یک پیری جغزاله بفته. البته طلب داره به سرمه. شاید شما نگفتین که جغزالا رو سبا وا میکنین. بابا جان گوسفند کو نیم صدمه بیشتر نمیشه بکشتم بیشتم بگشتم گفتم باشه سبا دیگه. چه خبر دارم؟ مقطع کمال دارم. سیکو به تو چی میگو؟ برو با مادر خو بگو دست خوب یک پور از این گوشتا نمیزنی. فقط مستقیم میری یا قروتیش پخته میکنی یا قروتی پخته میکنی یا قرمه کچالو. دیگه هیچ چیزی بعد گوسفند به تا خونی ما قدشته بکشی برین و قلوتریش و قلوشین مثال پخته کنی. میرم گردن ما بند باشه نو ولایت افغانستان چه میگم؟ من میگم من دنیا برم چه بنازم؟ اصلا نمایم که با چهار طرف میایم. نه خوشور خوبم نه خوشی خوبم نه واجی خورما. راست میگیم بابا. فقط با مادر خوب گفت پیار میگفت اگه یک پور گوشت بتات بود گله نکنی. برو. بابا بعد. بابا جان برو کار گوشت بتات بنازم برو. خوبه بابا. برو با تو میگم که اصلا خراب شد برو. برو. بابا اونی گیلندیه ما. سیکو. باجی سیکو تو سیکو. اگه شما زنگ نزنی من کجا میایم آخه بگم من کجا میایم؟ بعد به سرخو میزنی. آخه ما دست شما ما چه کار کنم به کجا برو؟ زندگی ما شما خراب کنین تو بابا بیلک با تمام دنیا چه نشته بگم پیار که جیرشته به دنیلیه. نگنیم بابا بیا جمونه داریم موها شما میره. ماشالله رباطی پای با کجا باشه باجه جور باشه. زنده باشین زنی باجه خیریت سلامت جانجره. باشین زنده باشین. تیار هستین جانجره خیریت تیار هستین باجه. تیار هستین بخیر. شما جوره. خیریت جانجره. تیار هستین. چه گپای باجه جان؟ سلامت باشین. چه کار میکنی؟ همینجا بم سر زمین. بعد تقدم تا خونی شما براتون باجه که کلای سفره پر است. گوشت می بچه‌ها گفتیم امسال باز گردن رو کج نباشه دمسار امیر بکشتیم به خاطر این بچه‌ها. خسر ما زنگ دادن گفتن که وقتی بیاین عباس رام بگو که انا به عباس هم زنگ میدن انا وقتی بیاین بریم به خونه باجی تو بریم. انا گفتم خوب گپینی بیامدن دیگه 7 10 12 15 نفر هم با هم گدوات میشیم. عروسی داشتیم برار خوبه گردم شما رو خبر کردم. به همون خاطر عروسی داشتیم که شما 17 تا جلو دنبال جب گوسفند چوکیه باشه. جزغالار دیگه ببار کنین دیگه باشه. برو گپه که با تو گفتم برو. خوبه بابا. برو. لیلا خیلی خوش آمدیم براره. باشین سلامت باشین. که آمدیم پیار ما خوشحال کردیم. کجی جان تو چه کمی جیگر بگو نصف نگاه داره که ما به سخ میکشیم. جیگر نصف نگاه داره که اینا به سخ میکشن. به روغن به شما سخ میکنه ترتیباتی بیتر از خاطر تبو سوزه. نه منقل داریم منقل کباب میکنیم بابا. جیگره. بله. هر رقم پخته من بالاخره من خاطر خوش دارم. خوبه. باجه ما به خدا گوش نخورم سر پا خوشیشته نمیتونم. بابا بریم پناه بابا. سر شکم خوبه بزندیه باجی شما بریم. برو امیتا که گفتم امیتا برو بخیر. خوبه. بریم. برو دیگه. برو که ما کار دارم. بس کردم بابا خوبه دل جمع باشی. بولو که مفوری یعنی باز پیدا شدن میگی بچه تو میای میگه ما خبر نداریم تو صبر که کالی ما زنگ زنم ما بپرسم که کی زنگ زده از سراوادی ما کی بوده زنگ زده ما دیوونه شدم از دست تو زن دیوونه شدم میمون داشته بچه مرگ بعد کی به پیش تو و تا سرای تو صبر بکو میگم من باز از تو پرسان کنم که از خانواده ما کی بود بس مادر تو با پیار تو به اینا زنگ زد که شما بیاین با خونه ما گوسفند رو میکشیم بغیر از تو بچه تو دختر تو دیگه کی نه آخه من کو ازم خونه نیم ساعت نمیشه بیام آدم میگه ولات میخلات کنم بچه تو بیام کنه با ما میمون آماده چیکار شه پیار تو میگه دلبند پخته کو باور بکو که اگر پخته کردی از کاکورتا که بیرون میکنم گوش کاش که چی میگم بغیر از قلورتروس اشکنه قروتی دیگه هیچی بزینا پخته نمیکنی کارم بچه اسوار میکردم میاد خو تو خبر نداری یا پس کی بوده که برای از اینا زنگ داده کجی بچه من میگم من خبر ندارم خلاصه گپ ما به تو میگم بد نیه من به تو میگم بد نیه چیزی که به تو میگم همون تو گو میگم دیگه پخته نکنی بزینا گوش توش کنی پخته نکنی
یعنی گله نکنی که اگر ما 4 تا مادم یا دلبند پخته کردی یا گوش پخته کردی باور بکن که یک مو به سر تو نمیگذارو. گوش کس که به تو چی میگو؟